سلام. تا حالا شده وارد یه خونه‌ای بشی و حس کنی چقدر نور تو این خونه در جریانه و یه آرامش خیلی عجیبی توی اون خونه داشته باشی؟ و یا اینکه بالعکسش وارد یه خونه شدی تاریک، دلت میگیره، حس خوبی نداری؟ این اتفاق چرا به وجود میاد؟ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خانه ای که در اون قرآن تلاوت میشه نورش به آسمونه ها میرسه و ملائکه در اون خونه حاضر میشه و خونه ای که توش قرآن خونده بشه و ملائکه بیان، وقتی تو وارد اون خونه میشی دلت باز میشه و احساس آرامش و راحتی داری. ولی یه چیزی هست که باعث میشه این نور کم بشه: گناه. وقتی دروغ توی خونه زیاد میشه، وقتی غیبت کردن عادی میشه، وقتی فیلم و موسیقی نامناسب تو خونه ها زیاد باشه، نور اون خونه کم میشه. چالش امشب: قبل از خواب 10 آیه از قرآن کریم رو با صدای بلند، حالا فریاد بزنید ولی با صدایی که اطرافیان بتونن بشنون، توی خونه قرائت کن یا توی اتاقه و این کار رو ادامه بده. هر وقت حس کردی حالت عوض شد، خونت نورش بیشتر شد، اینو با ما در میون بذار. با ما همراه باشید. فردا شب مطلب مهمی دارم. یا